تق کردن در اومدید چی میشد؟ آخر این از روی آداب نیست. با خدا نمیدونم شما دوست من هستید یا اینکه دشمنم. دامولو من حالا بسیار در حیرتم. مهری دیده من مهری کالتاکیلاس است. چی مهر؟ شما دامولو نیستید مگر؟ چه علاقه دارد خانم زهرا؟ من دامولویم. پس چرا مهر زدید؟ مهر کردن گناه نیست مگر؟ این مهر چی وای؟ چی؟ من یک خوبی کردنی خواستم از همین سبب مهر زدم. چه خیلی خوبی؟ وای خانم زهرا من یک چند سال پیش در یک دهه به حیث امام خطیب کار میکردم. از مسجدی که کار میکردم بعد نماز خفتن مایده تا جای استقامت پیاده میرفتم. در کوچه هر شب یک کودکی 14 ساله رو میدیدم که در راه خواب بود. در روی خواب پرسپاس کردم و پسرک دقتم را جلب کرد. این پسر در نزد یک رسام مهرزن کار میکرده است و او با پسرک یک مقدار پول ناچیز میداده است و روزی از روزها البته آن دکان را محکم کردند و این پسر بیکار ماند. در آن خونه که زمستان پسر در زمین خواب میکرد. دل من بسیار سوخت و جماعت گفتم پول جمع کنید و کودک رو یاردم کنیم. پول رو با او دادن تا در یگان خانه اجاره گرفته زندگی خوب داشته باشد. اما اون پسر بچه با ناموس بوده است چون با من گفت که پول بی مهنت رو من قبول نمیکنم. من طلبنده نیستم. من در حال با او گفتم در دستم رسم بکش پسر بچه من با تو پول میدیم. فکر کردم این رسم رو تازه کنیم میرود اما متاسفانه نرفت. خیر نباشد. چرا یگان پرنده یا که گربه و کالتاکیلاس؟ آخر پسر بچه از روی یک دفتری رسم ها مهر میزد و در اون دفتر فقط رسم قورباغه و کالتاکیلاس و میمون بود. من کلاس رو انتخاب کردم. به خدا که من این کاری کرده شما رو کردن نمیتونستم. حلالتون بود. برای یک کس رو کمک کردن مهر کالتاکیلاس رو زدن کردن نمیتونستم. البته نمیتوانید. برای به این کار راضی شدن باید انسان خیرخواه باشد و کمک کند. شما هم کمتر خیرخواه شوید البته راضی میشوید. نه دامولو کردن نمیتونستم. میدونستم کمک کردن رو دوست میدارید ولی با این حکایه کردنتون باز هم امین شدم. خانم شما یک چیز رو خواهش کردم میتونم این حکایه مهر دستم رو به هیچ کس نگویید. البته اگر در بین خودمون میموند. اما چرا در بین خودمون موند؟ آخر اونقدر چیزی عجیب نیست. نه به هیچ کس نگوید. اگر به گوش جماعت رسد خوب نمیشود. بعد همه ما رو ملا کلاس نام میبرند و این خوب نمیشود. یعنی زیبنده نیست. توبه خواهد نشوید. من به هیچ کس نمیگم. نه به اپام نه بسنه. آی اپام یزنم. آی من چون مهرش مرا دیدم فراموش کردم. یزنم آمده بودن. تا چرا آمد؟ دامولو التماس با بابایم یک مرتبه گپ زنید لطفا. آخر خانم من با بابایتون چی کردم؟ دامولو بابایم بسیار شما رو احترام میکند. شما رو گوش میکند. التماس گپ نزنید. اگر میتیخ رو گرفته او را میپراند. خانم زهرا خوبش یزنهتون رو رفته فهمانده هر چیز زودتر از اینجا رود. میمورم از اینجا نمیروم میگوید. خدای تا چرا آخر نمیروم میگوید. تو زنم رو نگیرم به هیچ کجا نمیروم میگوید. نه خانم زهرا شما با یزنهتون گوید که مرد زنش رو هیچ وقت دیده نمیتواند. خوبش زودتر رود. دامولو کارو دروز نکنید لطفا. اومده گپ زنید. نه خانم زهرا گوش کنید. من یزنه شما رو هیچ نمیشناسم. علاوه بر این در بین جنجال زن شوهر در اومدن درست نیست. دامولو بسیار درست است. چنان درست است که بیاید یک بار شناس میشوید. آخر خانم زهرا گوش کنید. من رفتار و کرداری اپا و یزنهتون رو نمیدونم. یکی اگان گپی نوجا میزنم از من میرنجد به گناه دوچار میشوم. دامولو چرا به حالت گناهگاری دوچار میشوید؟ شما یک کاری خیر میکنید قری ها رو آشتی میکنید. دامولو اگر شما آنها رو آشتی نکنید طفل بی پدر میموند. دامولو مگر من در نزد شما قدر ندارم؟ اونال بیرو از اینجا. نمیروم. تو همراه نروی از اینجا نمیروم. من همراه تو نمیروم. تو باشه حالا از اینجا میروی. حیاتم
عشقم به خاطر طفلمون باید حتما گپ زنیم آخه. اونال چیکار گپ؟ چرا گپ زنیم؟ تو علاقه حق گپ زنیت رو از دست دادی. حالا تو چی قدر یک روی میکنی؟ زهرا زهرا رو چرا جغ زده ایستاده ای؟ بگذار شوهرشو بیارد بین ما حکم کند. آخر دلشناس است. ای سفسطه نگو. چی خیر سفسطه؟ تو نسبت دین احترام نداری؟ این با گپی گفته ای من چه علاقه دارد؟ زهرا کی داد زده ایستاده است؟ کی؟ تو در اینجا چی میکوبی ها؟ شنیدی اونال؟ زود از اینجا بیرد که باز بوبایم کمانشو گرفته میآید. چی کار کند کردن گیرد؟ میستم به هیچ کجا نمیروم. آمده مرا پروند. یک بار شهیدم میشوم. شهید میشوی؟ شهید عشق. بیاره به خانه روی. من به تو نگفته بودم که دیگر به این خانه نبیا. بگذار داد زنم. چی قدر خواهد داد زنم؟ چی کار خواهد کردن گیرد؟ تو را از دستم گرفت، طفلم را از دستم گرفت. من آخر به تو زندگی کردن نمیتوانم. علی اونال با تو گفته ایستادم از اینجا بیرم. اومده تو رو میپرونم. نمیرم. چی نشوه شدن گیرد؟ مایلش خیر نباشد بیا در داخل پنهان شد. در کجا پنهان شوم؟ در آشخانه نه، در اونجا تو رو مییابد. در حجره دومولوزیا و زهرا پنهان میشه. با اونجا رفتن در خیالش نمیآید. با خدا فکری عالی. هم دومولوزیا بین ما حکم میکند. عشقم حجره دومولوزیا در کجاست؟ بیا در رو رفته. بیایم. این آدم بی‌ناموس است. بی‌شرم استیم. از دهان در بیرونیش از بام می‌دراید. از این خلاصی نیافتیم. انا میبینیم. حالا میبینی که در وقتی خواستت بدری اکرم آمدن چیست؟ من به تو نشان میدم. تو چیکار کرده ایستاده ای؟ لباسیت رو برای چی میکشی؟ آخر بسیار گرم است. تو از تکتمانه که باید مرا میپروند در کجا پنهان کرده مرا حتی ندانستی. حالا تو حالا هم مرا دوست نداری ها؟ اونا سرسطه نگو. من از اون میترسم که بابایم رو حبس نکنم. تو با شوهری که 10 سال با توست چه خیلی گپ زده ایستاده ای. با خدا گپ ندارم. خاموش تو برازم پیش در اقرم دستم رو بیدار. زودتر. نه خانم لطفا کردار نشوید. گوش کنید به مناسبت بین زن و شوهر دخالت کردن درست نیست. دومولو به مناسبت زن و شوهر شدن دخالت نمی کنید. به مناسبت بین یزدان و بابایم دخالت میکنید. همینجا زهرا دومولوزیا انا یزدان هم آمدن. همش خوب میشود. نپرسید بسیار خوب میشود. دومولو یک مناسبت اونها رو خوب کنید. ببینید یزدان به پشت درتان آمده است. ایست نکشم. دومولو چیکار کرده ایستادید؟ آخر زهرا دومولوزیا آخر باید نردیانه یک کندور شناس بشوم. با همین حال روبرو شوم. خیر میلش زود لباستان رو برآورده. لباس دیگر تو رو پوشید یک طرف. این نمیشود زهرا. اقلا من یکون چیز پوشم. دومولو میلش شما رفته در همون لباستان رو عوض کنید. یک طرف استید. نمیشود. دومولوزیا زهرا در اینجا چی گپ است؟ تو چرا آمدی؟ در اینجا چی میکوبی ها؟ بابا جان اونا حاضر رفتنی بود. خاموش باش. تو دخالت نکن. ای احمق تو در اینجا چیکار داری؟ دومولوزیا آمده تو را از دست من خلاص میکنه. میپرونمت. من به حال زندگی کردن نمیتوانم. بس از داخل مرا کشید خلاص شوم. خاموش نجنبید. شما در اینجا چی میخوابید؟ پدر جان خدا چیکار پس چیکار میکنه؟ خدا چیکار اونال دومولوزیا را انتظار است. چرا میشود؟ اونال را میکشم دومولوزیا باشد. در حقش دعا میکند. دستاتون رو بالا کنید. بابا جان التماس میکنم نپرونید. اونال تو هم آخر بیره بکنو. دومولوزیا باجان بیا به ما کمک کن. دومولو بابایم رو پرونده قاتل شود مگر یک طرف ایستاد آخر. نه یک طرف ایستاده نمیتوان. دومولو خیلی یک طرف ایستاده نمیتونه. چیکار کرده ایستاده؟ این خیلی نمیشود. دومولو یک طرف ایستاد. خانم زهرا لطفا خیلی نکنید. زهرا دومولوزیا شما مگر ما را نمیشنوید؟ بیهوده خودت را خم نده. هیچ کس تو را از دست من خلاص کرده نمیتواند. پدر جان نجوم اگر با فکر سالم فکر کنیم همه چیز رو حل کرده میتوانیم. بله اونال اکنون بیرم. کی اونال بیرم آخیر؟ تو چی میگویی؟ حاله با من نروم نمیروم. اگر نروی با خدا که برویت نگاه نمیکنم. به همین هم برویم نگاه نمیکنی. حاله روم هم نروم هم نگاه نمیکنی. اونال بیرم آخر التجا میکنم بیرم. اونال بیرم. نجوم اونال بیرم التماس. یزدان اگر خدا رو دوست داری بیرم. میپرونم. دو تنه چی روم. نمی
حاضر میروم. دوملو یک طرف ایستید. لطفا مجبور نکنید. نه. برای چی یک طرف نمیستید؟ برای چی مرا بر اومدن نمیمونید؟ این چی حال است؟ چی حال است؟ دوملو برای چی در رو کشودن نمیگذارید عجبا ها؟ در رو این خلق شدن نمیشود خانم. این بدبختی میارد. چه خیلی بدبختی؟ آخر خانم زهرا ما نه خانه دار شدیم. 40 روز نباید در رو کشویم. در اصل نباید 40 روز کسی به حجره ما درآید، زیرا برکت خانه من کم میشود و بدبختی میآورد. همین خیلی میگوید. ببخشید چه خیلی بدبختی بوده است عجبا؟ شما این رو نشنیدید؟ نشنیدم. بسیار سفسطه است. این خیلی نگوید خانم، نگوید. سفسطه گفته نگذارید خانم که خودتان رو گناهکار میکنید. با این اهمیت زیرا بابایم همیشه پیش از خوب این حکایه رو با من نقل میکرد. لطفاً به این اهمیت. همین خیلی. یکمش ما جفتی نوخانه‌دار نیستیم. دومش در حقیقت ما جفتی خانه‌دار نیستیم. انا اكيد يقدر يسيدي یک استید خانم يقدر زهرا. يسيدي خانم در رو نکشوید. خدا. جانا عزیزم بیا. حیاتا بخشیش کمی با احساسات داشت. دیدی؟ یزنم در کجاست؟ حاضر رفت. دعا کن که به خاطر تو جانش را بخشیدم. اگر یک بار دیگر بیاید او را میپرانم. احوالکایشون رو کمتر پیش دیدید؟ با احوال من چی شده است؟ با دوملو هستید. این چی احوال است؟ بخششو به احوال ما کار تو چی سمی ها؟ بله. کارت چیست؟ با من چی از حال شما چی کاری میکنید کردن گیرید؟ شما اگر نمی بر اومدید هم هیچ گپ نی. آقا جان ما نه بر اومدنی بودیم. در محکم شد. چی؟ در محکم شد گفتی؟ ها بعضا در محکم بشود. زهرا تو چیکار کردن میخوایی؟ با اونا گفته ای که دومولوزیو شما رو آشتی میکنند، با نیکو دعوتش میکنی. تو چیکار کردنی هستی ها؟ من آیله شما رو نجات دادن میخوام اپا جان. نجات ندیم. تو اول با اویله تعجب آوری خوب بینگرد. اگر وقتی افتی بعد اویله ما رو هم نجات میدی. مایلش کجای آیله من تعجب آور بوده است؟ ساخته بودنش. یعنی آخر بودیم در آخر اپات حتی حقیقت رو فهمید. حتی با ماهی اصل نرفته. چی تو مرا زیر کرده ایستاده ای؟ مرا گوشون. زنی بد فکر. کار تو چی؟ خواهم میرم خواهم نمیرم. آخر پدر شما هم از فریب دادن خود دست کشید. هممون رو به جای احمق گذاشتن. آخر با ماهی اصلی حتی نمیرم. چرا؟ آخر از همه اویله نودار یک کار کرده پول یافته. فرزندش رو با موی اصلی روان میکنن. نبیره دوستدار آقای اکرمبای بزرگ شرکتدار با موی اصلی نمیروند. چرا؟ عجبا ازدواجشون ساخته است. از همین سبب. بس اسی انگه خب کنید. ندانسته از پسی من حرکت نزنید. علاوه بر این ما با موی اصلی میرویم به جزیره های بگم. با جزیره های بگم؟ بله. آخر عزیزم مگر ما با ونیزیا رفتنی نبودیم؟ من لباس های موافق با اونجا تیار کردم. عشق من در آخر فکرم رایی بس کردم. آخر عزیزم با من خبر میدادی من دیگر که لباس جمع میکردم. جانا من سورپریز کردن خواستم. تشکر با تو جانکم. دیدی؟ زنی بد فکر. انا بین با ماهی اصلی میرم. دیگر دهانت را نکشا. آن دهانی بدگپت را. جانکم کی میروید؟ چقدر میمانید؟ 6 روز 7 شب انیخترش 1 هفته بابا جان. خیر با اجازت شما سلا و جلکم رو پوشیده با مسجد روم. عزیزم من هم به تو کمک کرده تو رو به محل برده. از آنجا خودم به آفیس میروم عشقم. بله عزیزم پس بیا در رایم. روزهای خوب. روید حالا میبینیم. حالا بعد ایرکا باز چندانشون رو تیار میکردن. یک طرف ایستان. مرحمت پدر جان گذارید. اینقدر آدمی کلانچک باور میکند. و تو یک چیز گویم ازدواج اینها تماما همهاش دروغ است. مای اصلی فلان بیسمداد همهاش دروغ است. ما رو شما رو هممون رو فریب کرده ایستادند. تولین بازم اون کار رو سر کردی؟ اوف فخری. اوف تو ما رو دیوانه میکنی. رفتیم. با خدا که خانم زهرا چی خوب شد که با جزیره های بگم میرویم.
دوملو یک فکر کنید بحر کبود بیابان‌های سوزنده میوه‌های تروپیکی. شما در حقیقت فکر دارید که به جزیره های بگم می رویم همین خیر؟ چه علاقه دارد خانم زهرا؟ آخر یگان چیز گفتنی باشید با من گویید. در آنجا شک شده ماندم چیزی گفتن نتوانستم. اما به خدا که هیچ اون خیل نبودید عزیزم، مگر ما به وینیسی رفتنی نبودیم؟ من در آنجا به شما کمک کردن خواستم. خدا راضی باشد بسیار خوب بود. با خدا هیچ خواطر نشود خانم زهرا. ازدواج ساخته کردن ما ممکن است اما با ماهی ساخته اصلی هرگز نمیروم. آی گویید که من بسیار میخواستم. میخواهی نمیخواهی با من فرق نداره. دوملو ما چرا با شخصی که آیله دار نشدن با ماهی اصلی روم ها؟ ها گفتم من همه کار رو مانند حقیقی تشکیل کرده ایستادم. برای همه شقیقی نمودار شدن فرمایش مهمان خونه چیپته تیاره رو میخرم. چخیل خیر. حاضر اکنون با سیاحتی که نمیرویم مصرفش رو پرداخت میکنیم. مجبورم همین خیل شود. چیکار کنم؟ یعنی گیتولینم رو ندیده ایستادید. ازدواج ساخته گفته خواب میرود، ازدواج ساخته گفته بیدار میشود. مجبورم باید مانند حقیقی رفتار کنم. از همین سبب. هیچ گپ نه. شکر یک هفته افتی خنکتون رو نبینم بسیار خرسندم. آدم رو بسیار میرنجونید. بسیار هم خوب میشه. خیر میلش، من شما رو با مسجد برده مونده خودم به آفیس میروم. میلش. برادر هجری السلام علیکم. علیکم سلام اکای جوهر. همشهریه خوب هستی؟ خوب، شما چی خیل؟ میشود انشالله اگر با تو کارم برار گیرد. چی خیل کار اکا؟ در یکان جایی موافق نشسته گپ زنیم و تو یک چند سوال ها دارم. آخیر اکای جوهر چی میشود از من سوال نپرسید، از استادم پرسید. چی خیل استاد؟ دوملوی مسجد دوملو زیاد است کو یگان چیزی نیست که اون نداند دریای علم است ماشاءالله. هیچ سوال هایم به دوملوی مسجد علاقمند نیست. آخر به تو داخل دارم. نفهمیدم. رحمتی تقای تو بود که آخر او به تو یک پارچه زمین داشته بود. از تقوام به من زمین مانده است؟ هیچ خبر ندارم. کم زمین مانده است. خیر ماندن گیره. یعنی مگر نمیپرسی که در کجا چقدر زمین است چند متر است؟ اکای جوهر من هیچ اونجاها رو نمیدونم، نرفتم. یعنی کودکی هم در اینجا گذشته است، نمیدونم آخیر. آفرین میدونی هجری اگر خدا نصیب کرده باشه در اون زمین تو خدا خواهد یک کاری خیر کردنی هستم. خیلی کاری خیر؟ یعنی کاری خیر زمین تو هست در آن برای سیاحان یک مهمان خانه کلان کردنی هستم. تا هم به توریسم سهم گذارم خیلی. آخر همه چیز را شرط نیست که دولت کند. همه خیلی دوستم. یعنی ما هم همچون فرزندان این دیار بعضا یکان وقت کار کردنمون در کار است. خدا نصیب کند من همه این خراجات را پرداخت میکنم انشالله. قسمتی تو هم هست. تا هم میخواهی در داخل شوربا نمک بپاشی. اکای جوهر با شما نمک لازم است؟ نه به من زمین لازم است. تو زمین رو میدهی من باشم دستم رو به بالای سنگ گذاشته تمام خراجات رو میکنم. انشاءالله هر دمون یک جایه به توریسم این دولت سهم خود رو میگذاریم. اما این باشد حجتی که باید امضا گذاری. مرحبا امضا بزن. استادم اومدن. استاد یک سوال دارم. آن روزی که سوال ندی آن روز نیست. جری کنه پرس. استاد یک شخص زمینی از تقایش میراث مانده رو با مقصد توریسم ببخشد جایز است یا این که نه استاد؟ تو چی کار میکنی هجری؟ چی کار میکنی؟ این مسئله بین خودمان است. چرا از دیگر کس میپرسی ها؟ استادم بیگونه نیست استادم. بخیر از جری تو زمین داری؟ از تقایم میراث مانده سکه جوهر گفتم. آقا شما با چی کار مشغولی؟ دامولا من با کارهای خیر سر و کار دارم. کمتر پر فهمونه در حیات چی کاره؟ متعهد هستم. خیلی دور هجری. خیلی نزدیکش نه. پس خیلی نزدیک هم بوده میتوانم. هجری بنویس. زمینی که از خیلی نزدیک به تو میراث مانده است اون رو با خیلی دور ببخشی راست به دوزخ میروی. این چه گپ است دوملو؟ این چه فتوا است مگر این خیلی میشه به دوملو؟ و اگر تقویت ساخت سلامت در حیات بوده با خواست خودش زمین رو با کسی دیگر بخشد اون وقت میشود. استاد در قید حیات نیستن جایشان جنت شود. آمین. دوملو یک چیز از شما پرسم. من حاضر هجری زمین رو میگیرد ثواب میگیرد به این ثواب مانع شدن گناه هست یا نه؟ آخر آقا برای این پسر مبارک یک نگره این با علم و عرفان سر و کار دارد. آخر هر روز ثواب گرفته ایستاده است. از آن زمین ثواب نگیرد هیچ گپ نمیشود. نه مگر ثواب زیادتی ضرر دارد.
هجری روازان رو بگو وقت شما. مایلش است. شیطان. این داملا بسیار خطرناک است. از این احتیاط شدن لازم. لعبه دوستم. و علیکم السلام. خب هجری رو یافتم. مایلش دوستم مایلش این دو رو میگیریم اما کمتر به وقت احتیاط داریم. میشود زنگ میزنیم. خب مایلش تو باز. اکنون باید از این محله اجاره موافق باید یابم. زهرا صحبت کرده میتوانیم؟ البته بیا. با خودم قهوه میگیرم تو هم میخواهی؟ در کار نیست. چی شد سمی؟ تو با دومولوزیو خیر این بازی حقیقت شده ایستاده است. چی گفتم میخواهی؟ یعنی دومولوزیو رو دوست داشتن رو آغاز کردی، عاشق هم شدی. سمی تو خوب هستی؟ سلفی ها در منظرهای خوش، جانمگویی ها، نوازش کنی ها و آخرانش واقعی امروز رخ داده. گوش کن، از ناچاری این بازی رو آغاز کردن ممکن اما با او عاشق شده ایستاده و خودت رو به بازی بسیار دادی زهرا. تو مرا این خیلی پرسپوس کرده نمیتوانی. گوش کن، ممکن که به من خودت رو اعتراف نکرده یا اینکه اعتراف کرده نتوانسته، اما چون من می‌نگرم مناسبتی در بین شما بوده رو حس میکنم. در بین شما چیزی شده ایستاده زهرا. تو عجبا برای دامولوزیو رو در بری من دیدنت به طاقت شده ایستاده به فکرم. با موی اصلی رفته ایستاده زهرا. آخر همش ساخته بود که موی اصلی هم ساخته سمی؟ ما اصلا با موی اصلی نمیرویم. نه میرفته داخل. میرویم نمیرویم، من به تو حساب دادن نمیخواهم سمی. چی کار کردن و نکردنم را از تو نمیپرسم. جای خودت رو بیدم. تو کی هستی که من به تو حساب سپارم؟ راست میگویی، من کی هستم؟ سمی حالا هم دروغ زاغ سیاهی کردت رو فراموش نکردم. از زنگ تلینم مرا خلاص کردی، بسیار سپاسگزارم. از تو بسیار قرض دارم، اما به من کمک کردنت معنی اون رو ندارد که تو درباره حیات شخصی من پرسپوس کنی. من آخر به هیچ چیز حق ندارم. خودت رو بیچاره نگیر لطفا. زهرا جان گوش کن، با یک بازی در مونده رفته ایستاده. در آخر این به تو چی میشود گویم؟ دامولوزیو در حقیقت شوهری تو میشود. سمی بس است. هدی خودت رو بیدم، به حیات شخصی من دخالت نکن. بخشش. بله این حدی من نیست. پس با دامولوزیو به هر دوتون خوشبختی ها میخواهم زهرا جان. سمی ایست. سمی تو برای من بیگانه نیستی، تو این رو میدونی. مانندی برادرم، مانندی یک شخصی از عائله هم هستی. لطفاً یگون چیز از من امیدوار نشد. خودت و مرا نرنجان. انا ها برادرم چه خیلی؟ سر فویز اکا جان خطون چه خیلی؟ خوبم کار برو چه خیلی اکا جان؟ هجری یافتین؟ هجری رو یافتم کارم کمی دراز میکشد. به فکرم زمین سبب گفتم که در این محله خانه اجاره گیرم. مشکل تو یکون اجاره ده شناس داری؟ چند ساله؟ بسیار نمیمونم برادر، یعنی 2 هفته یا که 15 روز. اگر کارم نشود نیمام نیستم. اکا جان شکر خدا گوید که با من روبرو شدید، آدم خوشبخت بودید. کارتون حالا یکا چه خیلی خانه مقولایتونه؟ یعنی خانه باشد که زندگی کرده شود. آنقدر خانه با دبدبه نمیخواهم. شرایطش خوب باشد میشود، رخت خوب داشته باشد، نشد اگر کلپشه داشته باشد قبول. خانه به چیز چوره میفورتونه؟ بله میشود، از شودور باشد میشود. تمام، تقدیرتون بلندی کرده که من در رکلام یک اگنس کار میکنم. یک خانه لوکس هست. باورم نمیآید.
برای چی باورت نمیاد؟ من بطره دروغگو؟ استغفرالله. من در حیاتم دروغ نگفتم. دروغگو را خدا میزنه. انا پیشکی گفتم اونم که 2 هفته اینا نمیدید، کمی کم 1 ماه. حق خدمت من 200 سوم. اینش میشود. یک خانه را بگیر. خانه را؟ از شما صاحب خانه و در بشه، شوکتی بیچاره باشه در کوچه میمونه. نفهمیدم. نفهمیده گید خوبه. خیر رفتیم خانه را بینیم. دیاره در این محله همیشه خانه لوکس یکته دیگه نیست. این مگر دامولا عزمی نیست؟ عزمی! دامولا عزمی! دامولا ایستد کجا میگریزه؟ دامولا عزمی دایی میگریزه. چرا میگریزه؟ به خدا ایران ما که من هم نمیدونم. با فکرم جین داره که خدایا توبه. ای من مگر از اینها خلاص نمیشم؟ در همه جا با من روبرو میشم. از روی اینها من با جماعت واخوری نمیتوانم. قدم به قدم از پشت من هستن. بیزار شدم. یا خدایا مگر مرا امتحان نکنی. خیر خلاص شدم انشاءالله. یا برادر کجا شدی؟ چه گپ است؟ از من چی میخواهی برادر؟ زود باش، آخر پلیس ها خود در جستجو هستند. بیا رفتیم. چه خیلی پلیس؟ من کارو بردارم. گوش کن، اگر اکای زایر نمیبود امروز رو با اینجا هیچ کس ره نمیداد. بیا رفتیم. زایرش کیه برادر؟ آخر اکای زایر. مرا کجا میبری؟ من کارو بردارم برادر. یا برادر مسجد به جماعت انتظار است. یا برای خیلی کشاور کرده کجا برده ایستاده؟ خوش آمدی زیبایک. کجا شدی؟ تو را پزمال شدیم. خدای توبه. پول را پیشکی پرداخت میکنی ها؟ چی خیل پیشکی؟ چی خیل پول برادره؟ تو چی گفته ایزاده؟ یا خدای توبه. اینجا بیا برادر، اینجا بیا. با تو یک شراب دی هم به خودت اویی. چی خیلی شرابه؟ بیا برادر، بیا چی گفته ایزاده ای. اینجا بیا. ایستد پلیس. اشترا تو رو برداره. اینش رو هم گیره. بسم الله. پلیس با کجا؟ آی زینوکار با کجا رفته ایستاده؟ من یک با بیرون برم آده هوای تازه گرفتنی بودم. چی خیلی زینوکار؟ تو چی گفته ایستاده آقای پلیس؟ کارا در روزی رفشان فحش میکنی. دستگیر شدی گوی از زینوکاری دست میکشی. توبه بسم الله. چی خیلی فحش؟ تو چی گفته ایستاده؟ من با این خیلی کارها هیچ ارتباط ندارم. فهمیدی؟ شما خطا میکنید. من امام مسجدم. من امام هستم. امام جماعتم. جماعت مرا انتظار است. خطا کرده ایستاده جناب پلیس. شما خطا میکنید جناب پلیس. یک دقیقه صبر کنید تا من با شما همه را میفهمانم. جناب پلیس گوش کنید. من امام کنی سوار شم. من خودم. مرا سرده. یا خدای توبه. آی برادر مرا خوب گوش کنید. من با اینها یگان ارتباط ندارم برادر. بله من دامولا هستم. من یک آدمی دیندار هستم. مگر من با اینها چی کار دارم؟ مرا سرده میگویم. جماعت مرا انتظار است. من باید به مسجد روم. بله این همش از روی آن همان دامولایی ساخته شده ایستاده است. من سوار نمیروم. من نمیروم. گوش برادر به مسجد میروم. مرا جماعت انتظار است. انتظار از جماعت. الله اکبر. الله بسم الله الرحمن الرحیم. این خیلی نکن ایستا. مرا به کجا میبری؟ و من چی کار دارم با آنها؟ مگر من این خیلی کار میکنم برا سرده؟ انا همون قصر که میگفتگی انا می نسکه خانه انا می قدر می شود اکا جان. باد و هوایش تازه و آزاده. در اول بویش وزبین است، بعد عادت میکنه. انا اونجا از تریزه منظره های زیبا رو ببینید. انا برادر از تمام شیرفروش ها رو میبینی. یک دود میزنی اکا خودشون به پیش میبینن شیرفروش ها. زمستانش گرم است، تابستانش خنک اکا. 5-6 ماه بیس عادت میکنه. برادر من اینجا زیاد نمیمونم آخر. 2 هفته گفته بودی. راست مرحمت اتاق دیگری رو بینیم اکا. این کم شده. مرحمت اکا. این چیز برادر؟ لوکس هم خیلی اوخی اکا. آقای برادر این خانه بسیار اشیا داشته است اکا جان در این خانه نسکه هم است. تمام چی آف میشه با چی میفورد اوخی؟ اکا جان اکا بس بینی تا سرزی عیبه اوخی. چقدر نفس کش باد و هوایش بوی بهار میکنه.
راستی گپ اکا پیش خود چند دخترها اومدن معلم اومدن ندادیم شما. من شرطنامه بند هستم. شرطنامه؟ گپ نیست اکا بیار شرطنامه را میبندم شد. ای اکا جون بس سکنون یک دو نفسی چقور کش عادت میکنی نفس کش مورد جواب تا میتیم. بینیا محکم شده. وای من اکا این بوی طبیعت اخی. در این محله خانه بهترین انا همین است. بین 40 متر پایان صدیق در برج لیمپوپو از طرف راست مسجد در پشت مسجد خانه هجری شون. یعنی می شود که اینجا رو خوب تازه کنیم؟ زندگی کردن ممکن است. علنی نرخش چند پول می شود؟ 500. کمتر ارزان نمی کنی؟ طوری نمیگیره که یا تجربه هم بته اکا بعد اول میگم میبین خانه دزینفکت میکنه. اکا جان این خانه برای شما مبارک شود. سلامت باشه خدا راضی باشد. ای تو چی گفته ایستاده ای؟ ای دستت نزن دستت رو میکنم. ای چی گفته ایستاده ای؟ عصبانی نکن ابله. من بیرون برایم ایش خود می رو یک دست همونت بند بکنم. ساری من رو نکن. چی شد؟ برادر شما خطا کرده ایستاده. آخر مرا چرا در نزدیک آدمو نگاه می‌دارید؟ من دامونو هستم. مرا بیرون ببرید. اما خودت رو بهوده مانده نکن. امشب همینجا میمونی. چهل امشب در اینجایم؟ و برادر مگر این خیلی نشود. من دامولایم گفته ایستادم. ای مسجد مرا انتظار است. جماعت مرا انتظار است. ای خطا کرده ایستاده اید آخر. ای برادر اقلا تو به این آدمان بفهمان آخر به اینها بگو که من به این خلکارها ارتباط ندارم. غمگین نشو دامولا غمگین نشو. بعد از اینجا برآمدن اسلام میشه. یک کبارو چی بود؟ کدن جنجال کرده شد. مادر گوش کنید هیچ آمدن آنها رو نمیخواهم رو میفهمید. بتول جان با خواستگاری تو نمیویند کو تنها به مهمونی میویند. و من فرقی ندارد آگاه میکنم به هر حال من امروز در خانه نمیشوم. چقدر در خانه نمیشوی بسیار عیب میشود آخر. مادر چرا ما رو مجبور میکنید؟ عزیزم آن زن دوگانه من است. آخر من در نزد آنها بسیار شرمنده میشوم. مادر جان نمیخواهم گفتم. نمیخواهمش چیسته؟ آمدن میخوایم گفته ایستادن مگر من به آنها گویم که ناید. فهمیدم به فکرم ما راست نمیگیریم. مرا نفهمیده ایستاده اید. من آخر آن گپم را گفتم. بتول جان این کار چی بدی دارد نفهمیده ایستادم آخر. اگر تو خواهی میشود نخواهی نمیشود. آخر او را یک دیده یا نشیناس شوی چگو میکنی همین خیل نه؟ من چی؟ در بیمارخانه کار دارم. من رفته آنها رو حل میکنم بعد اومده یک جای گپ میزنی مایلش. گوش کن بتول جان شب به خانه دیر نهایی. مرا در نزد آنها شرمنده نکنی فهمیدی بتول؟ مرا شنیدی عزیزم؟ پسر بسیار زیبا بوده است. اگر بیند فکرش را عوض میکند. بیند؟ دیدن نمیخواهد. دختر رو بینا برای آن دامولا شده ما رو پسد مانند برادرش بوده است. بگذار همین خیل باشد خانم زارا. بعد از این من هم با تو کاردار نمیشم. خانم بخششی زیاد به خودو که قصد نکردم. بخشش میپرسد در وقتی ماشین روینی چشمونه در کجا بود؟ این حالی من رو بی؟ مرحمت نمیخواهم. حالی من رو بی؟ آخر چون شما ناگهان از پیش من بر اومده من شما رو ندیدم. میبخشید راستی گپ چی؟
من از پیش شما باز شب نکرده دروغ میگویده؟ نه دروغ نگفته ایستادم. بخشش زیاد کمی پریشان بودم. آخر قصدا نکردم. عذر میپرسم. نمیخواهم گفتم نمیفهمید؟ خیر نباشد کورتاتون رو به خوشکشوی سپریم یا اینکه من به شما نوش رو خریده دهم. چی گفتید؟ چی؟ نه با من نوش رو میخرید؟ این چی بد اخلاقی است؟ چی بد رفتاری است؟ خانم آخر کمک کنم میگویم. نمیخواید من دیگر برای شما باز چیکار کنم؟ کمک کردن میخواید؟ با فکر من کمک به شما لازم است. مثلا گپ زدنتون را درست کنید. آدمی بد رفتار شما بسیار دانا بوده اید. دانا. خانم بخشش زیاد با شما دیگر سر و کار گرفتن نمیتوانم. این چی خیلی دختر است یا خدای توبه دیوانه است؟ چی است؟ این چی به آدابی است؟ او چی کردم؟ انا اینش رو قصدن کردی. این رو قصدن کردی. اولم روبی زنگ زدم جواب نداد. پیامک فرستادم برنگشت. کنی من پیامک فرستم؟ مایلش. سلام. خوش آمدید دومولو. خوش آمدید دومولو. خوش باشید. خانم سیوالی یک چای دم کنید. البته دومولو. دومولو خوب هستید؟ رحمت اپای مبارک. خودتون چی خیلی؟ چی خیلی که دیده ایستادید؟ من هم خوبم. مونده نباشید. رحمت. مرحمت دومولو. تشکر. خانم بیتول در کجاست؟ چند وقت شد ندیدم. به نکاح هم نامد. خفه شدم. این رو با او گویید. دومولو بیتول خواستگار پیدا کرد. خواستگار؟ یعنی چی خیل؟ امشب به دیدنی بیتول می آیند. چی خیل به دیدن می آیند؟ یعنی مانند خواستگاری نبو به مهمانی می آیند. اما نیتشان معلوم است. بیتول رو می بینند. اما دومولو بیتول هیچ نمیخواهد. چون گفتم که بگاه می آیند از دکان قر کرده بر اومده رفت. چی خوب آخر خواستگار پیدا شده است. باز اویله ثروتمند بودند. پسرشان هم بسیار زیبا است. باز چی میخواهد نمیفهمم. بله. یگان چیزی نافهمو نیست آخر خانم مبارک. یعنی معلوم که خودش نمیخواهد. دومولو شما یک بار با او گپ زنید. آخر این دختر تا که این خیلی بشوهر میگردد. من هیچ نفهمیدم. خانم خوب و این پسر کیست چیکار میکنند مگر شما میدانید؟ بله میدانم. مادرش رو میشناسم. در پایان دکان جواهرات دارد. پسرونش نگاه میکند. چی نامی پسرش باشد؟ طالب. طالب چی منو داشته باشد؟ نمیدانم. خواهرم را خواستگاری میکنند من باشم بخبر. خواهر مرا کی خواستگاری میکند؟ این طالبش کیست؟ مرحمت. نه من تنها تماشا دارم. فهمو مرحمت. مرحمت اکه طالب. رحمت برادر. سلامت باشید اکه. رحمت. خیر. طالب چی خیلی؟ در کجا میگردی؟ نپرس با زور بدور شدم. میدونی که ساعت چند شد؟ این ساعت رو چیکار میکنی؟ فهمیدم اویله دار میشده ای؟ نپرس برادر. خبری بعد تیز پهن میشود. خیر بگو جورای طالبمون رو از دست میدهیم؟ این خیل نیست برادر. چی خیل این خیل نیست؟ خونگی شما با دیدن یک خانومی دکتر میرفتن؟ برادر دیدن دیگر گرفتن دیگر است. انا بین آن جناب چقدر شد انگشترین ها رو دیده ایستاده است. میگیرد نمیگیرد. این رو یک طرف گذار. کی تو سفر و پرتفته اویلادار شدن تو هیچ وقت من راست نمیآید. اوی پدر و مادرم مرا مجبوری اویلادار کرده ایستادن. اگر اویلادار نشوم دکان رو از دستم میگیرن. چه خیلی رد کنم؟ اگر پولهای آنها نباشند من از کجا کیف صفا میکنم؟ برادر بعد از اویلادار شوی چه خیل میشود؟ اویلادار میشوی مگر توبه نمیکنی؟ چه خیل توبه؟ باید دختر رو فریب کرده چه خیلی که زندگی میکردم همون خیل دوام میدهم. برادر دختر مگر دکتر نیست؟ چه خیل فریبش میدهی؟ علاوه بر این دیندار بوده است. تو چه خیل او رو روزی کردی؟ نفهمیدم. من نه والدانم راضی میکنن. برادر اگر این دروغت آشکار شود اولای دختر تو رو نابود میسازد. گفتم اونم. آخر طرفی از همه زیبای موضوع آن همین است. دختر نه پدر نه مادر نه برادر دارد. تنها است. یعنی مولی به کس و نادار. فهم. ها جان بیشوخی حاضر میایم. بخیر است؟ من یک ساعت بعد میایم. انتظار شو. حواسه. ایستا من حتما میایم.
марҳамат ака, шумо ягон намудро маъқул карде? не, ягон намудашро маъқул накардам. саломат бошед. рӯз бахайр. лабай ҳалиҷон. алло самиҷон, аз кор гаштамак ба ман аз мағоза ширинӣ меорӣ? майлаш ҳалиҷон, меорам, дар наздикиҳои маҳалла ҳастам. ташаккури зиёд. то боз дид. бародар, лабай чӣ гуфтанӣ будам? шунидам ки оиладор мешудаӣ. бахшиш омода наметавонам. пешакӣ гуфтам тӯҳфаро диҳам. маро гӯш кун. аз бетул дур мешавӣ. маро фаҳмидӣ? фаҳмидам ака. хонум бетулро исму ҷисмашро фаромӯш мекунӣ. рафта ба модарат бешараф будану ба бетул лоиқ набуданатро як ба як мегӯӣ. шунидӣ? шунидам ака. خانم گیرید؟ مرحمت گیرید. تشکری زیاد. بتول جون دخترم با تو چی شد؟ مادر جون مگر در بین محله ماشین رو سخت میراند؟ نه مرتبه اولش بحث نبود. باری دویم مرا پر از لای کرد. باری دویم؟ بله باز میدیدید هم گناهکار است هم زوری کرده به سر من فشار آورده بود. بد اخلاق خدا جزایت را دهد. دخترم او کی بود؟ از محله خودمون بود. مادر جون از کجا دانم که از کدام محله است؟ لیکن کو اگر او را یک بار دیگر بینم بسیار بد می شود. جناب بقیه پولتان رو فراموش کردید. تشکری زیاد، بقیه‌اش در کار نیست. این آواز کیها رو میبینم. سلام علیکم. بیشرف احمق. تو خودت کیستی که خواهر مرا خواستگاری میکنی؟ احمق. سلام علیکم دامولا. و علیکم. وار جان من، اکنون تنها نیستی. تو رو دیگر هیچ تنها نمیگذارم. هیچ گاه. این سمی است؟ و در اینجا چی میکنه؟ شبال در نزد خواهر من تو چیکار میکنی؟ به خدا قسم که من شما رو ندیدم. من چیکار کنم که شما باور کنید؟ من چرا به شما باور کنم؟ شما بار دویم عیناً همون کارو قصدن کردید. آخر باور کنید که قصدن نکردم. دویمش هم قصدن نبود. بسیار غمگینم. عذر میپرسم. بسیار غمگین بوده است. پس این خیل میکنیم شما پیش از برابر اومدنتون همه پیاده گردان رو خبر بیایید. ما باشیم یگون چاره میجویم. همین خیل میشود. آخر شما بسیار میرنجونید آدم را. شما چی گفته ایستاده ایده؟ اپا جون مگر این همون جوانی نیست که در نزد زهرا بود؟ بله به فکرم او است. پس این خیل میکنیم. در حال با شما میفهمانم. مرحمت خانم با شما یک بیرق سفید رو پرفشان میکنم. شما مرا مسخره کرده ایستاده ایده؟ اما آخر دایم رفتاری بد این خیل نمیشود. رفتاری بد؟ مادر من به شما نگفته بودم که هم گناهگار است و هم بازجویی میکند. خانم شما هم شاهد هستید که چند بار عذر پرسیدم. شما مادرش هستید؟ بله مادرش هستم. سلام، چی خیلیت؟ خوبم. تو چیکار هستی پسرم؟ خوبم تشکری زیاد. گوش کنید در حقیقت قصد نبوده. مادر من طاقت این را دیگر ندارم. رفته لباسایم رو عوض کرده میایم. خانم مرا یک گوش کنید. خانم ای خدا این چقدر دختر یک رو بوده است. تو چی گفتی؟ داملا زیادولا. تو در اینجا چی میکنی؟ برای حل شیرینی گرفتم. چرا خانم بیتل رو ناراحت میکنی؟ ناراحت کرده ایستادم؟ کمی پیش از قفایش گفتنت رو شنیدم. شنیده باشی بیشتر. مرا گوش کن. بیتل رو ناراحت نکن. فهمیدی؟ داملا تو چی گفته ایستاده؟ از برای خدا تو مگر اکایو میشوی و پدرش؟ البته که اکاش. اکاش هستی؟ یعنی
اکاش سال میشوم و دختران این محله جوابگر هستیم، فهمیدی؟ من هم داملو و هم اکای این محله میباشم. از بیتون دور میشویم، مرا فهمیدی؟ اکای این محله بوده اصلا. سامی گوش کن برادر، آخرین بار آگاه میکنم، از خانم بیتون دور میشویم، مرا فهمیدی؟ من هم زوری اون نیستم، بسیار یکرو هستم. اگر یک بار دیگر تو را در نزد بیتون بینم، از راستی که استخوان‌هایت را میشکنم. Потеряли мы с тобой ключи от این چی خوب بزن؟ اکا حسابت رو وقت سکول دادن شده اصلا اگه قوقز برای ممایده شده 5000 خودم کور نیستم دیدیستم برادر این چی هست؟ مگر ما 5000 خوردیم 5000 اکا تو چی؟ حساب همه رو در من نوشتی؟ ای برادر تو مگر اخلاق رو خوردی؟ در 5000 من 10 سال زندگی میکنم یک آدمی با غرور رو بینم در قیمت حساب میکنم یک دکه اکا اخلاق کم ترسستی کنی در بلود میشننی؟ سه خوب سه خولی میکنم اینجا چی گفت؟ برای حساب ناراضی کرده شده است من با اجازت شما یک گوجه خانه رفتیم چون اینجا بیا برادر رو روم شاید یک دقیقه من که من پول گرفته آمده پرداخت میکنم چی آدمه نمر را گیر پاسکار نزنی ها یه برادریست تو من رفته پول گرفتم میبیم ایست گفتم ای برادر وضعیت من رو هم فهمید من در برام اینقدر پول ندارم خیال کردم طرف خونه شما ارزون است من یک برادرم زنگ میزنم پول رو گرفتم میارد میشه خیلی چیکار کنم اما برادر خب چه پول بگی بیا شوکت خدا تو رو زند شوکت دوملو برای دوخونی اومده استغفرالله من برای دیدن یک برادر اومدم مگر همین است بله متاسفانه این است دوملو اگر 5000 حساب رو پرداخت کنید رفیقتان رو سر میدهم نباشد او رو با پلیس میسپریم برادری عزیز شما راست میگوید اما پلیس رو جیغ نزنیم یعنی این برادر کار کرده جوابتون رو برابر میکنه یعنی این برادر بسیار با هنر است رو استفاده برید چی دونم دیگو طبق رو شوید ایستو دیگو طبق نمیشود من از اوده دیگو طبق شویی نمیبرویم من الرژی دارم شوکت خاموش دوملو خوبو کمی کم 3 ماه باید دیگو طبق شوید اونقدر باورینок نیست با ما ضرر نرساند درست میگوید او اونقدر هم باورینok نیست من با این آدم کفیل میشم قرضش رو پرداخت میکند خوبش که به پلیس نرویم در بین خودمون حلالش کنین تو با من باور میکنی مایلش دوملوی مسجد رو باور نکنین کی رو باور میکنین تشکر سلامت باش دوملو ما رو ببخشید و مانند شما یک دوملوی محترم با این خوتی کی علاقه دارید نفهمیدم من خوتی؟ برادر در همین گپی گفتگی جواب میتی؟ دیده پیش در چی نگاه داری بزرگ رفتیم رحمت برادر سلامت باشی میشه باشه سلامت
برادر مرا هیچ کس خودی گفتن نمیتونه. من اون آدم را کشال میکنم. اینجا بیا بفهم حساب او رو پرداخت کردن نمیتوانی چیزی که خواهد گفتن میگیدن. نه خدای توبه برادر برا باور کردن حلالت بود برادر. هر کی ما رو یاد کرد عمرش دراز بود. ما هم به عقل نیستیم او را یاد میکنه. چخیر خدا را شکر کن که آدم شخصی میفهمیدگی بود است. ما را سر داد مرا گوشت و شفقت این خرج را پرداخت میکنی فهمیدی؟ نفهمیدم چه خرج؟ کدام پرداخت؟ به برادر من خیال کردم با مثل طرف خونه مظفر ارزان حساب میکنن آخی. حقا میخوری مینوشی بعد میگویی زیاد حساب کردن باز او را مسخره کردن پولش رو نمیدی پرداخت میکنی من کفیلم. من پرداخت نمیکنم نگفتم ارزان کنم پرداخت میکنم. دمت رو گیر شفقت بیا پیش در روی. کجا میروی؟ بیا از کجا دانم تو با محله را من باشم با جای کاری زهرا میروم. رفته انشالله روی محله رو میروم. رفته بسیار گپ نزن. دامولا بسیار گرسنه شدم یه گونچه خوریم؟ مالش امت یکرم پسرم که تو ایت رو میخوری آخر موافق تا بدیلم حالا یکون دکتری این بابا بایم چی گفتی سودستان؟ پسرم هم خیر میگردی بیا این که یافته باش خبر البته زودتر بیا تو رو هم آیله دار کنم آخر. خوش آمدید. خوش باشه. سلام فرزندانم من چون شما رو این خیلی خورسند میبینم به خدا که من هم بسیار خورسند میشم. کنین کمتر نزدیک شد چقدر یک دیگر را پر میکنید. خدا این خورسندیتان را دائمی گرداند. آمین آمین. کنی بیایید در نزدی حوض یک قهوه نوشیم. رفتیم بابا جان شما بازی ها روید. من با سمی درباره کارمون یک صحبت داریم. صحبت میکنم بعد میروم. میشود؟ مایلش دخترم انتظار میشم. مرحمت داماد. رفتیم مرحمت آقا. رفتیم میرویم. حاضر میویم. سمی خفه نشم من امروز تو رو رنجاندم. درباره اون چیزی که بین ما گذشت با بابیم چیزی نمیگوی همین خیلی؟ چه؟ زهرا تو چی گفته ایستوده ای؟ سمی خفه نشم من چون شما رو این خیلی روبرو گپ زنان دیدم شبه کردم. بعد از این قدر کمکی که به تو کردم چرا این خیلی فکر میکنی ها؟ چرا من در نزد بابای تو رو در وضعیت ناگوار گذارم؟ سمی التماس ما رو خطا نفهم. نه خطا نفهمیدم. من هم ماش رو درست فهمیدم زهرا. آفرین زهرا وضعیت رو باز هم بدتر کردی. چی شده ایستاده است دامولا شما در جایگاه خوبی من چی میکوبید؟ کنی زود خیزید از جایگاه من. میانم با خدا که درد میکند خانم زهرا اجازه دید یک شب اقلا در اینجا خواب کنم. جانم من باور کردم برای در جایگاه من خوب رفتن بهانه کرده ایستادید. کنی خیزید. خیلی یعنی یک دقیقه شما حالا مرا دروغگوی میگید؟ جانم دروغگوی نگفتم اگر فهمیده باشید بهانه گفتم. چه خیلی که شما دامادی ساخته هستید این میان درد شما هم ساخته است. خوبه هم مرا در جای دامادی ساخته دارید هم مرا بهانه جوگید. گپ ندارم مایلش خواب نمیکنم باز در زمین خواب میکنم. خدایم تو این بنده بی‌وجدان زهرا رو ببخشو از روی بیرحمی و خودپرستیش رو جزا نده یا رب. تمامه لیکن شما هم بسیار واهمه کردید. یا خدای توبه من در زمین خواب میکنم میشود؟ این کس رو بینم خوب کنید. با خدا که با خدا از شما راضی باشد خانم زهرا. وای بالش کشش یا نکن. نمیتوانم هر کس با جای خودش گذارد. من گفتم مامان باور نکردم مرا بهانه‌جو گفتید. با خدا که میانم 8 قابله برآورد. هی دومولو نیکی شما هم گپ زدید ده
یک طرف روید مایلش جایگاه رو تقسیم میکنیم مایلش یک طرف روید بسنتر این خیلی نمیشود خانم شما خوبترش در بند یکون چیز گذارید و راحت خواب کنیم خوب بسیار فکری خوب انتظار شوید یا خدایم جدی این کار رو میکنندی؟ دوملو بسیار کار نزنیده ای کلپه رو گیرید یک طرف گیرید کلی پوشونه خنک نخوره باز اون سو طرفی چی شد؟ شما پایتان رو با پای من رساندی نه؟ یا خدای توبه چرا پای من به شما رسد؟ ممکن اون چیزی رو که در بند گذاشتید اون باشد با پای من؟ با پای من؟ گپ ندارم خانم مرا با این چوب برابر کردید مرا پس میزنید در اینجا نمیخوابم از هست جایم زخم برای در زمین خواب میروم تمام کت خواب از آن خودتون این رو هم میگرفتید؟ میگیرم این حال رو بینی اگر یکم کس بیند با خدا که میخوام گیرید کت خواب آش شود هرگز وجه خودش زحمت هم شود اون رفشنی رو خمش کنید سهر با ماهی اثری میرویم که راحت کرده بعد رویم خیلی میشه نه جای بسیار نمیشدنی دومونو عصبی نشوید خدا توبه من در اون ثبت چی شنیدم بسیار خوب میدونم آخر ثبت رو تازه کردن در بالای آن باشد یک سرودی بیمعنی رو گذاشتن با فکرشون مرا مسخره کردن اینها ساده بس است اکنون طولین در چشمات صدقه این موضوع رو بپوش آخیر تو بسیار به این موضوع چسبیدی زنک جان خطا کردم بگو خلاص شده رو آخر چی میشود تو بیرم فرو من از این امینم چرا با من باور نمیکنید همه شما با من با چشم دیوانه نظر میکنید اما من به همه شما ساخته بودن این ازدواج رو اثبات میکنم فرو تو باور نمیکنی که مخصوصا به تو اثبات میکنم چه اثبات میکنی زنک جانم ها عشقم اینها آخر ازدواجی دروغ کردن انیق جدا خوبن رفته این رو با چشمان خودمون بینیم بیا رفتیم بیا سبسته نگو طولین دستم رو سر ده این خیلی میشود مگر آخر فرو مادامی که به من باور نداری این رو با چشمان خودت میبینی طولین تو اینها رو از کجا برآورده حالا از کجا برآوردن رو میفهمی خاموش باش نه آخر این خیلی جای خوب ناراحت است اگر یکون شخص بیگانه باشدم در این خیلی جای خوابش نمیکنند نه نمیشود خوابم نمیبرد این خوابم نمیبرد طولین صدقه تو شما این خیلی نکن عزیزم مگر این خیلی با اونجای دیگر کس در آمدن ممکن است ای بست آخر در اینجا که باشد در پشتی در یکون کس باشد کسی ما را گوش میکند فرو دستم رو سردی گوش کن ساخته بودن این ازدواج رو با تو نشان میدیم تو هم میفهمی دستم رو سردی وقت سر نمیدیم ای بست آخر این فروخ چسبیده ایستاده دستم رو سردی اگر سر ندیدی با خدا از تو جدا میشم بلال زند با خدا که این طولین است زن بدبخت به حجره میدراید خانم زهرا نزدیکتر دستتون رو همینتر زهرا خانم در پشت در ینگر طولین است این دور
نزنید داد نزنید خانم زهرا ینگه تولینتون در پشت در است پشت در اون رو گوش دارد کمتر خاموش باشه شما چه ها گفته ایستاده یا خدا تو با یا این هم بهانه است از در محکم چخیل میداره یا خدا تو با چخیل بهانه ای مگر من دیوانه هم اومده شما را آغوش میگیرم ای ینگهتون در پشت در ایستاده است محکم کرده است خوب کرده است البته که محکم میکنم خوب کرده است خب کن گوش میکنم این رو گرفتم من در کار انتظار شو تمام خوشو مالش انا میبیند که چخیل گوش میکنم خوب هستی؟ چی گپ است؟ ینگه شما از گوش کردن ما شرم نمیدارید اما شما هم با همراه شدید آفرین زهرا جان من یگان چیز نشود گفته من خواستم که ساخته بودن ازدواج شما رو فروخ هم بیند چی؟ ینگه این مراتبه شما از حد گذراندید بس است فاروق دیدی انا بین جدا خوب میروند ازدواجشون ساخته است ینگه شما چه خیلی جرأت کردید که به اجازت به حجره من دارید ها این چی به تربیگیسی چی به آدابیست ای فاروق انا میدونی منو به تربیه گفته ایشون چی مقل برداشتی؟ ای بر تو بود شما حق بود همش از برای ینگه مادر شما در این حجره چیکار میکنید؟ ینگه از پشت در حجره ما را گوش کرده ایستاده بود توبه این چی معنا دارد؟ فروخ از زنت بپرس دیوانه شده است مگر این چی نامعقولی است ای فاروق مرا با جای بیعقل دیوانه گذاشتید کن من باشم اثبات کردن خواستم انا بینید اثباتش آنجاست جدا خوابن اینها آیله‌دار نیستن ازدواج اینها ساخته است ساخته جدا خوابن؟ بله نه آقا مرا بعضا میانم درد میکند آخر وقتی که در زمین خواب میکنیم راحت میکنم از همین سبب ما در زمین جای پرداختیم دروغ چی؟ دروغ؟ یک ناموله با ایمان مگر دروغ میگوید؟ بس است آخر از این گپای شما بیزار شدم ما یک دیگر را دوست داشته گرفتیم این را فهمید زهرا تو با ینگه داد نزن آخیر و از تو کلون است کو بین انا ینگه میگوید که من ثبت اون آواز رو گوش کردم دخترم گوش کن اگر این درست باشه اما اگر چه درست است با شما هم گپ ندارم تولین تو چی حق داری که با حجره یک جفت نو میداره یا این چی جرأت است این چی نامعقولی است این را با تو کی اجازت داد مادر به شما باورم نمیآید ملیس تو طرفدار کی هستی یک دقیقه بابا یک آرام شوید امروزها به سر ینگه تولینم بسیار فشار آوردیم زن بیچاره از سبهایش ویران شدن آخر او را هم فهمیدن لازم است اپا شما ینگم را پشتیبانی کرده ایستادید این کاری کردهش آشکارا به حیات کسی دیگر دخالت کردن است زهرای قدر به سر من داد و وای نگون بسیار از حد گذراندی من از حد نگذراندم فهمو مرا گوش کن تولین اگر این خیلی رفتار کردنی باشه در حال این خانه را ترک میکن از هر طرف تو بدی میبراید بد استه فاروق یگان چیز بگو آخر مرا بد گفته ایستادن آخیر پدر جان شما کمتر از این گپ نزدید مگر آخیر تولین کلینتون هست کو فاروق خاموش باش این خیلی زن اصلا کلین من شدن نمیتواند البته آقای اکرم البته یعنی خواستی شما این است که در این خانه بغیر از زهرا هیچ کس نباشد همین خیلی نه یعنی نه حله نه ملیس نه من ازدواج اینها ساخته است میگویم ساخته و در یک جایگاه خواب نمیکنند جدا خواب میروند همه کار اینها دروغ است این چی مناسبت است چشم تو از فساد کور شده است از همه جای تو بدی میبراید فروخ بی‌ادبی زنت را دیده ایستادی این زن را خاموش بکن زور پس نباشد دولوزیا هم زهرا را خاموش کنوند او به این زنی ما را گناهکار کرده شده است اما آقای فروخ در این موضوع زهرا حق است بیا مونید دولوزیای مونیده آخر من گپ ندارم کاری کردتون رو بینه و جایی که آتش جنگ را خاموش کنید بعد آتش بهنی ریخته شده آخر از روی اصول عشقی شما مناسبتی من بازنی گل بر نم ویران شد باز دکتری عشق بوده است اصول داشته است دکتر بوده است مگر من گفتم که دکتری عشقم شما خودتون گفته بیا مونید دملوی من با شما باور کرده باز اونال را به نظرتون آوردم چی؟ اونال را؟ شما چی گفته ایستاده؟ حله دیدی مناسبتی تو اونال را دملوزیا بیرون کرده است
این چی علاقه دارد؟ من یکون کار نکردم. سرستگی رو بس کنه جنگه بس. مرا گوش کن زهره، خودت رو حرمت کن. با مادرم داد نزن. تو همراه نشه میلیس. میلیس مادرش رو پشتیبانی کرده ایستاده است. تو با میلیس آوازت رو بلند نکن. تو عموما همراه نشه سمی. با تو چی شد خرگوش؟ دوملا؟ سمی دخترک که شیرین که من چخل مادرش رو پشتیبانی میکنه. آخر مادر شما چرا به این حجره در آمدید؟ یعنی تو حالا با من زید هستی؟ نمیرسد میلیسا، اینجا نمیرسد. همه شما با من زید هستی، اما حقیقت دیر یا زود آشکار میشود. ازدواج اینها ساخته است، همین قدر. پیش در فاروق رفتیم، در اینجا دیگر کاری نداری. حالا بای بای رو با تو نشان میدهم. بیا فاروق، بیا اینها حالا میفهمن، انا حالا میبینی. این موضوع در اینجا به آخر نمیرسد. من اصلا در این خانه چنین نامعقولی رو نمیخواهم. بابا جان تمام لطفاً آروم باشید. از روی من بیمار شدن تو رو نمیخواهم. تو یگان گناه نداری دخترم. این زن دیوانه به ازدواج شما چسبیده است. تمام جان من، شما رفته استراحت کنین. میلش من بسیار خواطرم. روید. میلش زهرا، ینگه طولی نمزنی نیست که خودش رو اینقدر در نزد دیگران گنده کند. انا بین آخر چقدر تلاش میکند. شما چی گفتن میخواید؟ گوش کن، طولی این چیزی رو میدوند و این رو از سبب اثبات کردن نتوانستنش قدر دیوانه شده است. تو از من چی رو پنهان میکنی؟ اپا چی رو پنهان کنم؟ من نمیبینی ینگم دیوانه شده است. زهرا گوش کن، تو با من راستش رو نگفته ایستاده. یعنی ناگهان ایستاده با یک دامولو عاشق میشوی و هاپ گفته اویله دار میشوی. همین طور مگر این با تو عجیب نمینماید؟ ازدواجی من عجیب نه، ازدواجی تو عجیب است. اپا از شفرم جدایم گفته حق نداری که دردت رو از من ستونی. فهمیدی؟ رحمتی کلام. اپا من چی گفتم؟